السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعی اهل اسلام، عاشقان قرآن و رمضان، هنگامی که صدای ناله های شما را، گریه های شما را در تلاوت سوره های آخر قرآن شنیدم، به یادم یک قصه منظومه تمثیلی از بستان سعدی که مطابق به حال ما و شماست، مطابق حال عاشقان رمضان و قرآن است، به یادم آمد. ایشان می‌فرمایند بلبل زار زار می نالید، مانند عاشقایی که امشب ناله داشتند. عادتاً بلبل عاشق گل است و برای گل می نالد. بلبل زار زار می نالید بر فراق بهار وقت خزان، هنگامی که بوستان خزان خبر داده شده بود، گلها پژمرده می شدند، درختها خزان می گشتند. بلبل فغان و نالش مانند به رمضان به پایان رسیده ایستاده است. وقتی کوچ بستن، وقتی وداع کردن قرآن و رمضان به ما و شما فرا رسیده است. همچنین برای گل، برای بلبل وداع گل، وداع بستان نزدیک بود در فصل خزان. بنابراین برای اینکه از بستان جدا می شود، از گلستان جدا می شود، از تماشای گل جدا می شود، گریه می کرد. مثل شما زار زار گریه می کرد. البته این تمثیل برای ما و شماست، همین است. گفتم اندوه مبر که باز آید سال دیگر. گفتم ای بلبل چرا اینقدر گریه داری؟ چرا اینقدر ناله داری؟ سال دیگر با بهار است، سال دیگر با از نو گل و ریحان و نوروز است. همین بهار هر سال تکرار می شود. رمضان هم ببینید هر سال تکرار می شود. ختم قرآن هم هر سال تکرار می شود. گفتم اندوه مبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان. سال دیگر با نوروزی تازه است، سال دیگر با لاله و ریحانی تازه است. همین بستان، همین گلستان دوباره با گل می‌دهد. همین مسجدها انشاءالله با سال دیگر رمضان استقبال میکنند، ختم قرآن استقبال میکنند. چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر فغان و ناله دارید؟ سعدی میگه به بلبل گفتم اندوه مبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال گل دمد بستان. گفت میدانم ای فلانه ای سعدی، هر سال باغ از نو با بهار که شد، نوروز که فرا رسید با گل و ریحان میدمد. میدانم که 350 روز پس با از نو رمضان است، با از نو همین شبهای پرفیض و نزول فرشته های رحمت، باز از فیض از نو محفل و مجلس تلاوت قرآن و ختم قرآن است. لیکن من از یک چی ترس دارم. از چی؟ ترس از این دارم که شاید حیات من وفا نکند، شاید سال دیگر من در این جمع حاضر نباشم. تفکر کنید، شاید از گذشته هایی که سال دیگر در چنین محفل بودن، بعضی هاشون در قبرستانند، در خانه گور با حسرت خوابند. شاید سال دیگر کدام از ما در این جمع، در این محفل نباشیم. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال کل گل دمد بستان. روز نوروز و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان. تا که در منزلی حیات بود سال دیگر که در غریبستان. میدانم که سالهای زیاد رمضان می بیاد، ختم قرآن در مسجدها می شود، انشاءالله این دین تا قیامت می رود. اما معلوم نیست که سال آینده من با رمضان هستم یا نه. آیا من در خانه حیاتم یا در خانه گور؟ بنابراین یک شاعر عرب هم میگوید فیا شهر الصیام فدت که نفسی تمحل بالرحیل و انتقال. ای ماه روزه
جانم به قربانت فدات شوم. برای از بین ما کوچ بستن و رفتن شتاب نکن، توقف کن، درنگ کن. فما تدری اذا ما الحول والله وعدت فی قابل فی خیر حالی. من نمیدانم وقتی که سال میگذرد، این سال میگذرد، تو سال دیگه ای ماه روزه، ای ماه قرآن میبیایی با این فضل و با این فیض و برکاتت. اتلقانی مع الاحیاء حیا او انک تلقانی فی اللحد بالی. آیا مرا در جمع زنده ها در بین این مردم زنده میابی ای رمضان سال آینده، یا اینکه در خانه گور در زیر لحد خاک خوابیده میابی؟ فهذه سنت الدنیا دواما فراق بعد جمع و اکتمال. این دنیا را سنت و شیوهش همین است که بالاخره یک روز باید جدا شویم ما از رمضان، از قرآن و از این محفل. خوشا به حال کسایی که آب دیده کردن، خوشا به حالی که صدای ناله هاشون فغانشون بلند شد. برای چی گریه کردن؟ برای فراق از رمضان. بنابراین دعا کنیم ای خدا این وصل را هجران مکن. خدا این وصل ما را با رمضان و قرآن به هجران و به جدایی و فراق مبدل نگردان و ما توفیق عنایت بفرما که سال دیگه با رمضان در خانه تو خدا استقبال کنیم و استماع قرآن کنیم، ختم قرآن گوش کنیم. ای خدا، مولانا را دعا شد، ای خدا این وصل را هجران مکن، سوختگان عشق را نالان مکن. نیست در دنیا ز هجران تلختر، هرچی میخواهی بکن ولیکن آن مکن. ای خدا هرچی میخواهی کن، اما ما را از وصال رمضان و قرآن جدا مگردان. پروردگارا برای همه ما و شما توفیق عنایت بدهد با زنده سال دیگر ماه مبارک رمضان در چنین محفل مبارک و نورانی در پهلوی برادرهامان استقبال نماییم.